اگر روزه گیری و نماز نخوانی، آیا روزه گرفتگی قبول می شود؟ اکنون برادر عزیز سوال داده است که بعضی انسان‌هایی هستند که فقط روزه میگیرند یا بعضی انسان‌هایی هستند که فقط نماز میخوانند. پرسیده است که آیا اگر روزه بگیری و نماز نخوانی، روزه گرفتگی درست می شود؟ ما و شما یگان کس گفته نمیتوانیم که نماز خواندگیمون درست می شود، خداوند قبولش کرده است. اما از روی عملا وقتی همه حکم و قانونش بجا بیاید از خدا امید داریم که خداوند قبولش میکنه، درست شده است. و همون خاطر ما بعد از نماز دعا میکنیم پروردگار این نماز پر از کمبودی ما را به درگاه بی‌نیاز قبول بگردان. آیا یک انسان روزه میگیره و نماز نمیخونه؟ آیا روزش درست هست یا نه؟